ای بابا، برو پی کارت، برو عقلت را عوض کن. مگر هر کسی هرچی گفت باید باور کرد؟ پس این عقل را برای چی توی کله آدم گذاشتند؟ آدمیزاد گفتند که چیز بفهمد، اگر نمی گفتند حیوان. مرد حسابی، روزی 20 من برنج آب می ریزد، روزی دست کم که دیگر از آن کمترش نباشد 10 تومن 10 شاهی و 5 شاهی مایه می آرد. اینها برای چیه؟ برای هیچ و پوچ؟ هی تو گفتی و منم باور کردم. این کله را می بینی؟ این کله خیلی چیزها توش هست. اگر حالا سر پیری من عقلم را بدهم دست جاهل ماهل ها، من هم که می شوم مثل آنها. مردی که 1 من ریش توی روش است. ببین دیروز من چه میگوید؟ میگوید دولت میخواهد این قشون را جمع کند و مجلس را به توپ ببندد. خدا 1 عقلی به تو بدهد، 1 پول زیاد هم به من. مگر آدم برای 1 عمارت و پی پاچین در رفته از پشت دروازه تهران تا آن سر دنیا اردو میزند؟ مگر آدم برای خراب کردن 1 خانه پوسیده عهد سپهسالاری آنقدر علی بلند، علی نیزه، لبویی، جگرکی، مشتی، فله و حمال خبر میکند؟ به به. احمقی گفت و ابلهی باور کرد. خدا پدر صاف و صادق بچه‌های تهران را بیامرزد. یکی دیگر میگوید شاه میخواهد اول با این قشون همه باغ شاه را بگیرد، بعد قشون بکشد برود مهرآباد را بگیرد و بالاخره همه ایران را بگیرد. من میگویم مرد، آدم یک چیز را نمیداند، خب بگوید نمیدانم. دیگر لازم نیست که از خودش حرف در بیاورد. شما را به خدا این را هیچ بچه‌ای باور میکند که آدم پول را خرج بکند، قشون کشی کند و لک لک بیفتد توی عالم و دنیا که چه خبر است؟ میروم مملکت خودم را که از پدرم به من ارث رسیده و قانون اساسی در خانواده من ارثی کرده از سر نو بگیرم؟ این هم شد حرف؟ والله اینها نیست، اینها پلیتیک است که دولت میزند، اینها نقشه است، اینها اسرار دولتی است. آخر بابا هر حرفی را که نمیشود عالم و آشکارا گفت. من حالا محض خاطر دلقائمی بعضی وکیل‌ها هم شده باشد میگویم، اما خواهش میکنم مرگ من سبیل‌های دخو را توی خون دیدید، این مطلب را به فرنگی‌ها نگویید که بردارند و زود بنویسند به مملکت‌هایشان و نقشه دولت ما را به هم بزنند. میدانید دولت میخواهد چه بکند؟ دولت میخواهد این قشون را همچه یواشکی به طوری که کسی نفهمد، همانطوری که عثمانی به اسم مشروط طلب‌های وان قشون جمع کرد و یک دفعه کاشف به عمل آمد که میخواد با روسیه جنگ کند، دولت ما هم میخواهد یواشکی این قشونها را به اسم خراب کردن مجلس و گرفتن سید جمال و ملک و هرچی مشروط طلب یعنی مفسد هست جمع بکند. درست گوش بدهید مطلب از کجا آب میخورد. آن وقت اینها را 2 دسته کند. 1 دسته را به اسم مطیع کردن ایل قشقایی و بختیاری بفرستد به طرف جنوب و 1 دسته را هم به اسم تسخیر کردن آذربایجان بفرستد به طرف شمال. آن وقت 1 شب توی تاریکی آن دسته اولی را توی خلیج فارس یواشکی بریزد توی 10-20 تا کرجی و روانه بکند به طرف انگلیس و از این طرف این دسته را هم همینطور آهسته و بی صدا و باز دمدمه های صبح قلقلک و باروبانا و سفر و سفره نان و هرچه دارند را بار کند روی 40-50 تا الاغ و از سرحد جلفا از بیراهه بفرستد به طرف روسیه. آن وقت 1 روز صبح زود ادوارد هفتم در لندن و نیکولای دوم در پترزبورگ یک دفعه چشمانشان را وا کنند و ببینند هر کدامشان افتادند گیر 20 تا غلام قره‌داغچی. والله خدا تیرش را برا کند، خدا دشمنش را فنا کند. اینم نقشه شابشال است که کشیده. اگر نه عقل ما ایرانی ها که به این کار نمیرسد که شیطان میگوید هر چه داری و نداری را به فروش بده، این سربازها در این سفر مار فلنگ برایت بیاورند، برای اینکه هم کرایه ندارد هم گمرک. 100 تومنش سر میزند به 500 تومن. خدا بده برکت. 1 دل هم میگوید خودم برم، اما باز میگویم نکند شابشال بدش بیاید، برای اینکه فکر بکند این بدزاد حالا پاش به فرنگستان نرسیده آنجا را هم مشروطه خواهد کرد. باری خدا سفر همهشان را بی خطر کند. دخو.